شارون با پدرش ازدواج کرده بود. با اسلحه به خود شارون تجاوز میکنه. تو سال 1990 چند تا جوون پشت وانتشون نشسته بودن و شبونه داشتن توی جاده میرفتن و میخورن به یه چیزی که وقتی از ماشیناشون پیاده میشن و میبینن که به چی خوردن، یه چیزی شبیه بدن آدم بوده و طرف هنوز زنده بوده. زنگ میزنن به آمبولانس و آمبولانس میاد و اونو میبره. وقتی که توی آمبولانس بوده، روی سرش آثار جراحت داشته، توی بدنش کبودیای کهنه داشته، روی سینه‌اش خراش داشته. آخر شناساییش میکنن، اسمش تونیا هیوز بوده و همسرش میاد توی بیمارستان. اسم همسرش هم کلارنس بوده و توضیح میده که تونیا توی یه بار استریپر بوده و اینم که شوهرشه، یه بچه هم دارن و کلارنس خیلی مسن بوده. یه جورایی رفتارش عجیب و غریب هم بوده. شاید الان فکر کنید که با این ویژگی ممکنه که قاتل تونیا کلارنس بوده، اما اصلا ما راجع به قتل صحبت نکردیم تا حالا. در نهایت تونیا میمیره و دوستاش توی اون استریپ کلابی که با هم کار میکردن تصمیم میگیرن که به خانواده‌اش خبر بدن و خانواده‌اش رو پیدا کنن. وقتی که به خانواده‌اش زنگ میزنن، به مادرش زنگ میزنن، مادرش تلفن رو برمی‌داره و میگه چی میگی؟ دختر من 20 ساله که مرده، وقتی که فقط 18 ماهش بود. و اینجا بود که اونا میفهمن که کسی که دوستشون بوده، کنارشون بوده این همه وقت، اصلا اسمش تونیا هیوز نبوده. اما کی بوده؟ هیچ کس اطلاعات دقیقی از تونیا نداشت. اسم من عاطفه است و به یک قسمت دیگه از کرایم اند چیل خیلی خوش اومدید. این پرونده جزئیات خیلی زیاد داره، پیچیدگی خیلی زیاد داره، پس هر خوراکی جذابی که توی خونتون دارید جمع کنید بیارید که با هم شروع کنیم. قبلش حتما یادتون باشه که این ویدیو رو لایک کنید که آدمای بیشتری بتونن ببیننش و اون دکمه سابسکرایب هم بزنید، چون وقتی قرمزه خوشگل‌تره. تا وقتی که اسم واقعی تونیا مشخص بشه، ما از همون تونیا استفاده میکنیم. کارن دوست صمیمی تونیا بوده، با هم توی اون استریپ کلاب کار میکردن، با هم حرف میزدن. کارن میدونست که تونیا خیلی به مایکل وابسته است، میدونست که کلارنس یعنی همون شوهر تونیا بهشون سخت میگیره، نمیذاره با هم جایی برن، نمیذاره تلفنی صحبت کنن و خیلی وقتی که با هم توی رختکن بودن، کبودیایی روی بدن تونیا دیدن که وقتی ازش پرسیدن که چی شده، یه جوری پیچوندتشون و نگفته که واقعا چه اتفاقی براش افتاده و چرا بدنش کبوده. یه روز تونیا میاد پیش کارن و بهش میگه که کلارنس یه سری برگه بهش داده که امضا کنه و برگه های بیمه عمر بودن. بچه‌ها همونطور که توی این ویدیو راجع به بیمه عمر خیلی براتون توضیح دادم، الان دوباره میگم بیمه عمر توی آمریکا خیلی مهمه. وقتی یه نفر میمیره و بیمه داره، اون مبلغ بیمه‌شو میدن به کسایی که دور و برشن، میدن به نزدیکترین کساش، مثلا شوهرش. و بیمه عمر داشتن چیز بدی نیست، اما اینکه یه کسی تو این شرایط به فکر بیمه تو باشه یه ذره عجیب و غریبه. تو 25 اپریل 1990 کلارنس با کارن تماس میگیره، یعنی همون شب تصادف، و بهش میگه که تونیا بیمارستانه، اگر دوست داری میتونی بیای ببینیش. خب این خیلی برای کارن عجیب بود، چون اینا معمولا از شهر خودشون خارج نمیشدن و این که تونیا توی اوکلاهاما سر در آورده بود و اونجا تصادف کرده بود، برای کارن یه ذره عجیب و غریب بود و مشکوکی شده بود. تونیا در آخر وقتی حدود 20-21 سالش بود از دنیا میره و دوستاش چون نمیدونستن اسم واقعی چیه، همون فقط کلمه تونیا رو روی قبرش نوشتن. بعد از اون مایکل توی شرایط بدی بود. وقتی که مایکل رو برده بودن به این سازمان‌های تامین اجتماعی و این سازمان‌هایی که مخصوص بچه‌هایی که توی این شرایطن، اونا به کارن گفته بودن که مایکل خیلی صحبت نمی‌کنه، در صورتی که کارن مایکل رو میشناخت، میدونست که بچه کم حرفی نیست. چه اتفاقی افتاده بود که مایکل انقدر کم حرف شده بود؟ اینجا بود که DHS سازمان امنیت ملی آمریکا میاد یه سری اطلاعات دیگه راجع به مایکل و شرایطش به کارن میده و کارن هی مشکوک‌تر میشه که خب این چیزایی که شما دارید میگید راجع به مایکل چیزی نیست که این بچه واقعا این حالت باشه، حال روحیش انقدر بد باشه. بچه پر جنب و جوشی بوده، شیطون بوده. از DHS میان و مایکل رو میبرن پیش خانواده‌ای که پیش اونا بمونه. اون خانواده خیلی مایکل رو دوست داشتن، خیلی ازش مراقبت میکردن، اما کلارنس میاد یه سری شکایتا میکنه، میره مثلا تو دادگاه میگه که اینا نمیذارن من بچه‌مو ببینم، میاد بر علیه اونها یه سری حرفا میزنه، در حالی که خانواده اینطوری نبودن. همین حرفای کلارنس توی دادگاه باعث شد که یه سری ملاقات‌های هفتگی به مایکل و کلارنس بدن، ولی مایکل هر بار که می‌خواسته بره کلارنس رو ببینه میرفته زیر تخت قایم می‌شده، زیر میز قایم می‌شده و میگفته اون مرد بدجنسیه. اسم اون زن شوهری که مایکل رو برده بودن مرل بین و
ارنست بین بوده. خیلی آدمای خوبی هم بودن. یکی از ویژگی‌های مایکل که اون خانواده تعریف می‌کردن این بوده که هیچ وقت توی شیشه شیر نمی‌خورده. همیشه دوست داشته روی شیشه شیرش علامت پپسی باشه که مادر اون خانواده کم کم این عادت رو ازش میگیره و هر بچه‌ای با شیشه شیر گرفتن یه ذره سخت کنار میاد، اما مایکل خیلی زود با این موضوع کنار اومده بود و خانواده اعتقاد داشتن که یعنی همون زن و شوهره اعتقاد داشتن که مایکل واقعا بچه خاصی بوده. اما این سری رفتارها هم از خودش نشون میداد. مثلا اگر نمیشنید میخوابید روی زمین و سرشو انقدر میکوبید به زمین که اینا میترسیدن نکنه یه بلایی سر خودش بیاره. در کل اصلا دوست نداشت که نبشنوه. بعد از این قرارهای ملاقاتی که مایکل و کلارنس داشتن و خب مایکل اصلا راضی نبوده ازشون، خانواده بین یعنی همون پدر و مادری که سرپرستی مایکل رو قبول کرده بودن به DHS درخواست تست DNA میدن که ببینن اصلا کلارنس پدر واقعی مایکل هست یا نه، چون خیلی داشته موضوع عجیب و غریب پیش میرفته و اینا تست DNA میدن و متوجه میشن هیچ رابطه بیولوژیکی بین مایکل و کلارنس وجود نداشته. یعنی مایکل بچه کلارنس نبوده. و اینجاست که ملاقات‌ها قطع میشه. بعد از اینکه ملاقات‌ها قطع میشه، کلارنس چون کلا آدم عجیب و غریبی بوده، با وانت میاد جلو در خونه خانم آقای بین و رفت آمد داره و خانم بین خیلی میترسه. زنگ میزنه به DHS و میگه که این بیرون خونمه، ولی اونا حرفشو قبول نمیکنن و میگن که تو توهم زدی، اصلا همچین چیزی نیست، غیر ممکنه این کارو بکنه. اما این کارو کرده بود. این ماجرا رو فعلا بذاریم کنار. توی سال 1994 یعنی حدود 2-3 سال بعد از اینکه مایکل پیش خانواده بین بوده، یه گزارشی به پلیس میرسه که یه مرد به درخت بسته شده. حالا چرا این اتفاق داره میفته؟ برگردیم سراغ کلارنس. کلارنس میره مدرسه مایکل با اسلحه، مدیر مدرسه رو تهدید میکنه که من میخوام بچه‌مو از اینجا ببرم و اگر همکاری با من نکنی تو رو میکشم. آخرم مایکل و مدیر مدرسه رو برمی‌داره میبره. وانت یکی از معلما یا خود مدیرم میدزده و میبره و توی جنگل مدیر رو با نوار چسب میبنده به درخت و خودش و مایکل فرار میکنه. مسئولای پرونده زنگ میزنن به FBI چون کلا آدمربایی توی اوکلاهاما زیاد رواج نداشته. وقتی هم اتفاق میافتاده فقط پیش یه نفر میرفتن، مأمور جو فیتزپاتریک. اون یکی از حرفه‌ای‌ها توی این زمینه بوده. اعتقاد داشته اگر توی 48 ساعت آدمربایی نتونن کاری بکنن دیگه شانس خودشون از دست دادن، چون ممکنه اون آدمربا اون کسی که رباییده رو بکشه یا خیلی دور بشه ازشون و نتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. اون اصلا تا حالا پرونده شکست خورده نداشته و واقعا یه حرفه‌ای توی کار خودش بوده. اون همه ایستگاه‌های پلیسا و آژانس‌های پلیس رو از عکس مایکل و کلارنس هیوز پر میکنه و به همه میگه که دنبال این آدم باشن، هر مدرکی ازش میتونن به دست بیارن، چون بالاخره این یه جا کارت اعتباری استفاده میکنه، یه جا گواهینامه، بلیط، یه کاری بالاخره میکنه و بالاخره از گواهینامه‌اش بهش میرسن و میتونن بگیرنش. اینا توی تحقیقاتشون گشتن دنبال این که ببینن اصلا این آدم کیه. رفتن سراغ اون کاغذهای بیمه عمر که بهتون گفتن و متوجه شدن اسمی که به اسم بیمه عمر تونیا به اسم اونه کلارنس هیوز نیست، یه اسم دیگه است. در واقع به اسم فرانکلین فلوید بوده و اینجا متوجه میشن که کلارنس هویت‌های دیگه‌ای هم داره و با هویت‌های دیگه‌اش هم میگردن دنبالش. سوابق کیفری کلارنس خیلی عجیب و غریب و پربار بوده. اون تو سال 1963 از بانک دزدی میکنه و 1972 آزاد میشه، یعنی تقریبا 10 سالی تو زندان بوده. بعد از اون توی همون سال 1973 به یه زنی حمله میکنه و دستگیر میشه. بعد از اونم وثیقه میذاره توی دادگاه و از دادگاه میره و دیگه برنمیگرده. یعنی حدود 10-15 سال، نزدیک 20 سال این آدم کلاً فراری بوده. اما بیاید یه مقداری هم راجع به کلارنس بهتون توضیح بدم که خیلی جلوتر، تقریبا فکر می‌کنم تو سال 2004 این چیزا رو راجبش میفهمن، ولی من زودتر بهتون میگم که بدونید اصلا این آدم چه شخصیتی داشته. کلارنس بچگی خیلی سختی داشته. مادرش خیلی اذیتش میکرده، پدرش همینطور، بعد بچه‌های دیگه اذیتش میکردن. سابقه آزار و اذیت دیدن جنسی توی زمان مدرسه‌اش داشته توسط بچه‌های دیگه و کلاً آسیب دیده بوده. اما خیلی هم خودشیفته بوده. دوست داشته همه بدونن که خیلی راننده اتوبوس خوبیه و کلاً
یه بچه آسیب دیده بوده که تقدیم به جامعه شد. اما این دفعه چیزایی که پلیس دنبال کلارنس بود به خاطرشون خیلی مهمتر از زدن یه آدم و یه بانک زدن بوده. این دفعه ما یه قتل داشتیم احتمالاً و یه بچه‌ای که دزدیده شده بوده. اما ما هنوزم نمیدونیم تانیا کیه، چه رابطه‌ای با کلارنس داره. وقتی که این اتفاقا میفته توی تلویزیون انقدر از تانیا عکساشو میذارن، خودش مایکل کلارنس انقدر توی تلویزیون و مطبوعات پخش میشه که یه روز دوست صمیمی تانیا اونو توی تلویزیون میبینه و میگه این که شارونه. و اینجا ما اسم جدید تانیا رو داریم، یعنی شارون مارشال. اون دختر تعریف میکنه که شارون دوست صمیمیش بوده، خیلی باهوش بوده، خیلی خوشگل بوده، خیلی مهربون بوده و کلاً دختر فوق‌العاده‌ای بوده. از این دخترایی بوده که هوای همه اونایی که سرشون قلدری میشده رو داشته، از این دخترای مهربونی که با اونایی که هیچ کی باشون دوست نمیشده دوست میشده. به خاطر همین خودش خیلی محبوب نبود. همه میگفتن این میره با اسکولا دوست میشه. اون خیلی بزرگتر از سنش فکر میکرد و میخواست بره دانشگاه جورجیا تک که مهندس فضایی بشه. حتی یه بار زنگ میزنه به همین دوست صمیمیش و میگه که بالاخره اونجا تونسته قبول بشه و قراره واسه دانشکده بره اونجا. پدرش واسه اینکه خوشحالش بکنه یه صفحه بزرگ توی مجله محلی میگیره و عکس تونیا رو یا همون مارشال رو توی اونجا میذاره. اما عکسی که گذاشته بوده عکس خیلی خوبی نبوده. عکسی بوده که یه جورایی یه ذره سکسی بوده و خیلی خوب نبوده که توی اون مجله‌ای که همه ممکن بوده عکس بچه‌هاشون رو بذارن قرار داده بشه. لختی نبوده اما خیلی جذاب بوده برای یه دختر مدرسه‌ای. دوست شارون تعریف میکنه که شارون خیلی نمیتونسته بهش زنگ بزنه، خیلی نمیرفتن خونه هم دیگه. یه شب که پدر این دوستش رفته بوده مسافرت، خیلی از مادرش خواهش میکنه که بذاره بره شب پیش شارون بمونه توی خونه اونا و مادرش هم میگه باشه ولی خب به بابات نگو، بابات نفهمه اصلا. چون یه بار بابای شارون از بابای این دوستش پول خواسته بوده و خب خوششون نیومده. کلا هم این آدم عجیبی بوده، اصلا اینا دوست نداشتن که بچه‌شون بره خونه اینا. بعد اینا خونه هم نداشتن، یه تریلر مانند داشتن که توی اون تریلی زندگی میکردن. از این خونه‌های سیار بوده، خونه نبوده. خلاصه میرن اونجا و اینا اتاقاشون اینا با پرده جدا میشده از هم دیگه. این دوتا دختره شب که میخواستن دیگه بخوابن توی اون اتاق بودن و داشتن لباساشون رو عوض میکردن، لباساشون نبوده و بابای میاد توی اتاق و با اسلحه این دوتا رو تهدید میکنه که چیکار دارید میکنید با عصبانیت. و اینا میگن که هیچی، ما فقط داریم لباسمون رو عوض میکنیم و یه خنده عصبی میکنه و میره بیرون. دوست شارون خیلی ترسیده بود اما شارون فقط میخنده و میگه خب بابا همین مدلیه، اصلا نترس. بعد از اینکه اینا لباساشون رو میپوشن پدر شارون دوباره برمیگرده و یه کار خیلی بد میکنه. به دوست شارون میگه که بالشتو بذار روی سرت و با اسلحه به خود شارون تجاوز میکنه. شارون به دوستش گفته بوده که مادرش وقتی 2 سالش بوده مرده. اما ما میدونیم که همچین چیزی اصلا درست نیست. بعد از اون شب شارون یه روز به دوستش زنگ میزنه و میگه که حامله است و بعد از اونجا بره و بهش میگه که باباش دیگه بهش اجازه نمیده که بره اون دانشگاه جورجیا تک و مجبوره که بچه رو به دنیا بیاره و سرپرستیشو بده به یه نفر دیگه. این سه تا جمع میکنن از اونجا و میرن فلوریدا. وقتی که میرن فلوریدا با هم دیگه ازدواج میکنن، یعنی کلارنس و شارون با هم ازدواج میکنن، پدر و دختر. شارون میره اونجا بچه‌شو اهدا میکنه و یه مدت توی شهر دیگه زندگی میکنن. همونجا بوده که میره توی استریپ کلابا کار میکنه و پدرش بهش میگه که اگر مردی ازت درخواست رابطه کرد حتما این کارو بکن، ازشون پولم بگیر. یعنی یه پدر حاضر بوده که این کارو بکنه، به بچهش بگه که این کارو بکن و برای بقیه اعضایی که توی کلاب بودن همچین چیزی خیلی عجیب و غریب بوده، خیلی دردناک بوده، سخت بوده که ببینن یه آدم مجبوره که این کارا رو بکنه. جورجیا تک هم که نمیره. اونجا با یه دختر دیگه آشنا میشه به اسم شرلی، اگر اشتباه نکنم اسمشو. شرلی هم خیلی دختر خوشگلی بوده، خیلی دختر ساده‌ای بوده ولی ساده لوح بوده، خیلی طبق مد روز لباس میپوشیده اما واقعا ساده بوده.
شرلی با اینا رفت آمد داشته، میرفته خونهشون، باهاشون بازی میکرده، فیلم میدیده، کلا رابطه‌ای داشته با این دوتا پدر و دختر. همون موقع مایکل هم دیگه دنیا اومده بود، بچه دوم شارون. مایکل هم دنیا اومده بود، اینا با هم دیگه بودن. یه پرستاری هم داشتن، یه دختر 15 ساله بود که میومد یه موقعی از مایکل مراقبت میکرد و یه شبی که این دختر 15 ساله پرستار اونجا بود، اینا میومدن یه فیلم بذارن که روی اون فیلمه یه فیلمی که تلویزیون داشته پخش میکرده رو ضبط کنن و اون فیلمی بوده که شارون و شرلی داشتن لخت میرقصیدن. و همون موقع کلارنس به اون پرستاره میگه که همچین چیزی رو تو هیچ وقت ندیدی و هیچ وقت نباید ازش حرف بزنی و اونم که ترسیده بوده و براش خیلی عجیب بوده که همچین چیزی رو دیده، ترجیح میده که سکوت کنه. اما بعداً به مرور زمان بچهای کلاب متوجه رابطه عجیب شرلی و شارون و کلارنس میشن که کلارنس واقعا داشته اینا رو اذیت میکرده. یه شب شرلی با اثر جراحت و کبودیای زیاد میره کلاب، بچه‌ها ازش میپرسن که چی شده ولی چیزی نمیگه و همون شب میره جلوی در دم ماشین کلارنس و باهاش جر و بحث میکنه که یکی از بچهای کلاب که در جریان بوده میاد نجاتش بده، میاد یعنی مثلا از این جر و بحث بکشتش بیرون و همون موقع کلارنس ماشین رو یه جوری روشن میکنه و میچرخونه انگار که میخواد بزنه به این دوتا و به شرلی هم گفته بوده که من تو رو میکشم. بعد از اون شب دیگه هیچ خبری از شرلی نشد. برگردیم سراغ همون روزی که کلارنس رو گرفتن و بالاخره متوجه شدن که هویتش اصلا یه چیز دیگه بوده. این آدم کلارنس هیوز نیست بلکه فرانکلین فلویده. اینا هنوز مایکل رو پیدا نکرده بودن چون کلارنس تنها بوده. بچه من همون کلارنس میگم که قاطی نکنید. کلارنس تنها بوده، مایکل باهاش نبوده. بلیت اتوبوسی که گرفته بوده فقط برای یه نفر بوده. اصلا نمیدونستن اینا مایکل کجاه. وقتی هم ازش بازجویی میکردن هیچی نمیگفته و عملا مشخص نبوده که بچه کجاست. معلوم بوده که خب بچه رو 100% کشته. نمیدونیم مایکل چی دیده بوده، نمیدونیم چرا این کارو کرده کلارنس باهاش، ولی اون بچه رو کشته بود و خیلی دردناکه که یه بچه 2 ساله رو بکشی، ولی موقع نمی اومده که چجوری این کارو کرده. تا اینجا هیچ کدوم اینا وقتی که داشتن تحقیق میکردن FBI و اینا قضیه شرلی رو نمیدونستن. میرن وانت این آقای کلارنس رو بگردن، زیر ماشینش یه سری عکس پیدا میکنن که عکسای پورنوگرافی شارون و شرلیه و اونجا متوجه میشن که شرلی هم با اینا بوده یه موقع‌هایی و الان شرلی هم که ناپدید شده به این پرونده ربط داره. بعد از یه مدت هم یه جنازه توی اطراف همون جاها پیدا میکنن که متوجه میشن که جسد شرلیه. قبل از اینکه شرلی رو پیدا بکنن کلارنس به 52 سال حبس محکوم شده بود چون آدم ربایی کرده بود، ضرب و شتم کرده بود، اون فراری بوده 20 سال، از دادگاه به دادگاه نیومده بوده. همه اینا واسه اینکه 52 سال زندانی بشه کافی بوده. اما خود اون افسر جو فیتزپاتریک بود که بهتون گفتم میدونست که این بچه رو کشته و مقرم نمیاد و واقعا دلش میخواست این آدم به سزای عملش برسه. و وقتی که ماجرای شرلی مشخص شد و قتل شرلی رو بالاخره تونست که به زبون بیاره که این آدمو کشته، بالاخره حکم اعدامش هم اومد. اما بعد از اون 52 سال احتمالاً اعدامش قراره بکنن که هنوز هم اعدامش نکردن. ما همچنان نمیدونیم که مایکل کجاست و تونیا یا همون شارون مارشال اصلا کیه. بهتون گفته بودم که شارون با پدرش ازدواج کرده بود. اینی که اینا ازدواج کردن دقیقاً بعد از این بوده که شرلی رو کشتن و نمیتونستن یه بچه و یه دختر جوون و یه مرد را بیفتن تو جاده ها و برن یه جا هویتشون رو عوض بکنن. به خاطر همین مجبور شدن که با هم ازدواج بکنن که بتونن یه زن و شوهر و یه بچه باشن که پلیس هم بهشون شک نکنه. یعنی کلارنس کاملا کار خودشو بلد بوده. این پرونده انقدر ادامه پیدا میکنه تا اون مأمور جو فیتزپاتریک که بهتون گفتم بازنشست میشه. یعنی بیچاره دیگه نمیتونسته کاراشو ادامه بده. اما این پرونده براش خیلی مهم بوده چون اولا که بهتون گفتم تو شخصیتش جوری نبوده که پرونده‌ای رو ناتموم بذاره، باید پرونده هاشو تموم میکرده و این موضوع یه جورایی براش تبدیل شده بود به این معمای بزرگ و دوست داشت بدون این دختری که با این همه آمال و آرزو بوده و در نهایت هیچ چیزی ازش نمیدونن چطوری مرده، واقعا کی بوده.
یه روزنامه‌نگار شروع میکنه راجع به شارون تحقیق کردن، راجع به کلا این پرونده تحقیق کردن، این مسئله توی اینترنت، توی پلتفرم‌ها، توی انجمن‌های اینترنتی که علاقه‌مندن به بچه‌های گم شده، بچه‌های دزدیده شده، قتل و کلا اتفاقای این مدلی پخش میشه و هر کس میاد نظریه‌های خودشو میده. انقدر این موضوع پخش میشه تا بالاخره یه تلفنی، یه ایمیلی به این روزنامه‌نگاره میشه و میگه اگر دی ان ای شارون رو داشته باشید میتونید پیداش بکنید که چطوری مرده یا اصلا کی بوده. و اون میگه که دی ان ایشو از کجا داشته باشیم؟ میگه که من دخترشم. یادتون هست که بهتون گفتم شارون یه دختری داشته که اونو به فرزند خوندگی داده به یه خانواده‌ای. این دختر همون بوده. این اسمش مگان بوده. شارون در نهایت 3 بار بچه دار میشه. نمیدونم مثلا تو فاصله 16-17 سالگی تا 20 سالگی چطوری 3 بار بچه دار شده، ولی 3 بار بچه دار میشه و یکی از بچه هاش مگان بوده. مگان میره و دی ان ای خودشو میده که اونا مطابقت بدن با شارون و متوجه میشن که شارون اصلا بچه واقعی کلارنس نبوده. پس کی بوده؟ موضوع انقدر طول پیدا میکنه تا سال 2004. توی سال 2004 2 مأموری که مأمورایی بودن که برای اف بی آی بودن و از تروریستا بازجویی میکردن که ازشون اطلاعات بکشن، میرن با کلارنس حرف بزنن و انقدر کلارنس رو احساساتی میکنن و بهش میگن تو بچگی خوبی نداشتی که کلارنس اون اطلاعاتی که اول ویدیو راجع به بچگیش بهتون گفتم و بهشون میده و کم کم مشخص میشه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اون اسم واقعی شارون رو بالاخره لو میده و تعریف میکنه که چجوری اصلاً با شارون و خانواده‌اش آشنا شد. قضیه برمیگرده به خیلی سال پیش. یه دختر و پسری عاشق هم میشن توی مدرسه، با هم ازدواج میکنن خیلی زود، اما جنگ میشه، پدر خانواده میره به جنگ ویتنام و وقتی که برمیگرده آدم دیگه ای شده بوده. اون مادرم که دیگه الان مادر شارون کوچولوی ما بوده که اسمش یه چیز دیگه است ولی من همون شارون رو ادامه میدم، بچه‌ها که قاطی نکنید. شارون یا همون تونیا اون موقع بچه کوچولو بوده وقتی که باباش از جنگ میاد و مادرش خیانت کرده بوده به شوهرش و شوهرش هم توی شرایط روحی خوبی نبوده. اینا تصمیم میگیرن که از هم جدا بشن. وقتی که از هم جدا میشن، پدر تونیا شرایط خوبی نبوده، نداشته، 22 سالش بوده. مادرش هم با یکی دیگه ازدواج میکنه، از اون هم 2 بچه میاره و بعد از اون هم جدا میشه و وقتی که از اون جدا میشه نمیدونسته چی کار بکنه. یه تصادف بد داشته، نمیتونسته از بچه‌ها مراقبت کنه. تامین اجتماعی میان به پدر تونیا میگن که، یا پدر شارون، پدر واقعی شارون، میگن که تو بچه‌ها رو میتونی نگه داری و خب اون اصلا شرایط خوبی نداشته، نه شرایط روحیش خوب بوده، نه شرایط مالیشو داشته، هنوز خودش داشته با خانواده‌اش زندگی میکنه و نمیتونه بچه‌ها رو قبول بکنه. در نهایت مادر واقعی شارون با کلارنس آشنا میشه و کلارنس بهش میگه من میام پیشت، باهات ازدواج میکنم و بچه‌هاتو نگه میدارم و همه این مشکلات حل میشه. مادر شارون هم خیلی خوشحال میشه از این پیشنهاد، اینو قبول میکنه، ولی بعد یه مدت میفهمه که واقعا کلارنس چه جور آدمیه، دعواشون میشه، بحثشون میشه و یه روز کلارنس شارون و اون 2 دختر دیگه مادر شارون رو برمی‌داره میبره توی راه. 2 بچه رو میذاره دم یه یتیم خونه‌ای ولی شارون رو با خودش میبره و شارون پیش کلارنس زندگی میکنه. همینجوری ادامه دار میشه تا همه این اتفاقای بد برای شارون میفته. و البته کلارنس بالاخره اعتراف میکنه که چطوری مایکل رو کشته. اون میگه 2 گلوله از پشت توی سرش خالی کردم تا زودتر تموم بشه و میگه فلانجا خاکش کردم، اما وقتی میرن دنبالش میگردن هیچ جنازه‌ای پیدا نمیکنن و در نهایت هم میگه اصلا یادم نمیاد که کجا خاکش کردم و جنازه مایکل هیچ وقت پیدا نمیشه. دختر شارون که اسمش مگان بوده موقع حامله بوده. اسم بچهش وقتی که به دنیا میاد اسم بچهشو میذاره مایکل و میگه که دوست دارم اسم برادرم روی بچه‌م باشه که زندگی که اون نتونست بکنه رو بچه من بکنه. پدر خانواده یعنی پدرش واقعی شارون کنار مگان میمونه و خیلی ناراحت و پشیمون از کاری که کرده. مادر شارون هم ابراز پشیمونی میکنه اما میتونست خیلی کارهای بیشتری بکنه. یعنی اکثرا میگن که مادر شارون واقعا کم گذاشته که دنبال بچه‌ها اونجوری که باید بگرده نگشته و انگار که خیلی راحت شده از اینکه 2 بچه رو که 2-3 بچه‌ای که براش دردسر ساز شده بودن رو دیگه نداره. خود شارون هم به دست
کلارنس کشته شده بوده با همون جسم سختی که به سرش زده بودن. احتمالاً بحثشون شده بوده و اینا درگیری داشتن، به خاطر همین روی این جاهای شارون جای خنج و کبودی و همه اینا بوده. حالا کبودی های کتک‌های قبلی که خورده بوده هم که بوده هیچی، ولی آثار درگیری بوده و مثل اینکه میبرتش بیرون و میندازتش یه جا، دوباره با ماشین از روش رد میشه، در حالی که شارون هنوز زنده بوده این کارا رو کرده. یعنی وقتی ولش میکنه میره هم شارون زنده بوده، شارون توی بیمارستان میمیره و احتمالاً انقدر که براش مهم بوده که حتما مایکل رو بکشه به خاطر این بوده که مایکل دیده که چه اتفاقی برای شارون افتاده، برای همین 100% نمیخواسته که زنده بمونه. کلارنس الان 89 سالشه، هنوز توی زندانه و منتظره که حکمش تموم بشه و بالاخره اعدامش بکنن، به سزای عملش برسه. و همه کسایی که توی این پرونده درگیر بودن بالاخره به آرامش رسیدن که تونیا اون احترامی که لایقش بوده رو داشته، یا همون شارون، نمیدونم واقعا اسمش رو چی بگم، انقدر اسمای مختلفی داره. خود کلارنس هم همینطور 4 مدل اسم عوض کرده توی مدت کوتاهی که زندگی کرده بیرون از زندان. در کل چند تا عوامل خیلی بد توی زندگی اینا تاثیر گذاشته. یکیش جنگه، یکیش رفتار خیلی بد پدر و مادر کلارنس با خودشه، یکیش خیلی وقتا سکوت کردن اطرافیانشون بوده. یعنی مثلا مادر بزرگ مگان یا عمه مگان، همون دختر شارون، وقتی که بچه دنیا اومده بوده و رفته که پیش شارون که بچه رو ازش تحویل بگیره، به شارون میگه که میخوای بچه رو ببینی و اون میگه که نه نمیتونم. و اون موقع اینا تنها بودن. یعنی شارون هیچ درخواست کمکی نکرده، هیچ کس مشکوک نشده که این مرد مسن چرا با این دختر ازدواج کرده، چرا این دختر داره بچه‌شو اهدا میکنه و اطرافیان هیچ کس توجهی نکرده. حتی مادر شارون میگه من وقتی که رفته بودم، مادر واقعی شارون میگه من وقتی رفته بودم از تامین اجتماعی و این سازمانا و اینا کمک بخوام، بهم گفتن برو کلیسا و هیچ کس حاضر نشد به من کمک بکنه. عوامل مختلفی توی این پرونده تاثیر گذاشتن که شارون این مرگ دردناک و بدو داشته باشه و همچنین مایکل، چون شارون نمیخواسته از مایکل جدا بشه. خیلی وقتا موقعیت فرار کردن داشته اما نمیتونسته بدون مایکل فرار بکنه چون خیلی بهش وابسته بوده که خب طبیعی هم هست. 2 تا از بچه‌های دیگه‌ش رو داده بوده به سرپرستی یه خانواده دیگه چون مطمئن بوده که اونجا جاش امن‌تره. در کل به نظر من شارون لیاقت زندگی خیلی خوب داشته. شاید اگر زنده بود میتونست خیلی خیلی زندگی بهتر و پربارتری داشته باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، یه ویدیو آخر این ویدیو بهتون ساجست میشه، اونو حتما ببینید. لایک، کامنت، شیر، سابسکرایب یادتون نره و حتما نظر خودتون رو برام بنویسید. خدافظ.